سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درس امروزی در عقیده قرآن و سنت در مورد ذبح می باشد که احکام ذبح به دو قسم است که قسم اولش احکام اعتقادی می باشد و دومش احکام فقهی که از نگاه عقیده ذبح یک عبادت است. مؤمنان ذبح حیوانات و قربانی را فقط به نام الله سبحانه و تعالی انجام میدهند. مشرکین در عصر جاهلیت حیوانات در زیر پاهای بت‌ها خونش در پاهای بت‌ها می‌زدند و امروز زیادتر از مشکلات در ذبح وجود دارد که بعضی در مقابل اشخاص حیوانات ذبح میکنند که بعضی ها در قدم‌های عروس حیوانات و یا پرندگان ذبح میکنند، بعضی ها در مقابل قبرها حیوانات ذبح میکنند. در مورد ذبح احکام اعتقادی در این درس درباره‌اش در قرآن و سنت میخوانیم که سوالات زیر به ما این درس که امروز میخوانیم جواب میده که ذبح در لغت و در اصطلاح اعتقادی چی معنا دارد و دلایل عبادت بودن ذبح چیست، ذبیحه در کدام احکام حرام می باشد و در کدام احکام خوردن گوشت ذبیحه حلال می باشد و حکم کسی که ذبیحه را با مخلوق انجام میده چی است. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. برادرای محترم و خواهرای عزیز، مثل که انس جان در مقدمه درس گفتن که ذبح که است دو حکم داره در قسمت ذبح، یکی احکام اعتقادی هست و یکی احکام فقهی هست و چون درسای ما درسای اعتقادی هست مسائل فقهیش ما بیان نمیکنم و دیگه استادایی که در مسائل فقهی بحث میکنن براتون درس میدن. خب ما و شما میبینیم که امروز خب اگر به تاریخ قدیم مراجعه میکنیم و میبینیم در عصر جاهلیت در کتابای سیرت همین قسم میگه که اونا نصب داشتن، مثلا بت‌ها را نصب میکردن و در زیر پای از اونا قسم تخته ها یا سنگ ها را مانده بودن، باز سر از این سنگ یک حیوان ذبح میکردن و خون از این حیوان در پاهای بت‌ها میزدن. یعنی این قسم طریقه ذبح از اونا بود و ذبح در تمامی ادیان یک عبادت است. ذبح حیوان در مقابل یک کسی در هر دین که است و یک عبادت است. بت پرستا هم در مقابل بت‌های خود ذبح می‌کردند و مسلمان‌ها هم برای خالق خود ذبح می‌کنند، مثل که ما و شما قربانی می‌کنیم. پس خود ذبح یک عبادت است. اینال می‌بینیم که علمای اسلام و علمای عقیده درباره ذبح چی گفتن. دوستای عزیز، همیشه وقتی که دوستا سوال می‌کنن و یا ما سر یک موضوع گپ می‌زنیم، هیچ استاد هیچ کسی حق نداره که از دل خود یک مسئله جور بکنه. ما مکلفیت ما اینمی هست که کتابای دیگه علما را میخونیم. مثلا ما شاگردای اینمی علمای سابق هستیم. اگر علما در عقیده هستند، اگر مفسرین قرآن هستند، در طول 14 قرن تمام احکام اسلام و مسائل اعتقادی تشریح شده و بیان شده و کل ازی واضح هست. به این خاطر وقتی که ما مثلا صحیح البخاری را میخوانیم شاگردی از او را میکنیم.
و صحیح البخاری مثلا این یک عالم است که در جمله علمای سلف و اون تاریخش استاد بر شما گفته. یا مثلا امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه و یا شاگردای از او و یا امام شافعی رحمت الله علیه یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و یا امام مالک رحمت الله علیه، این علما هستن هر کدام از اینا تحقیقات خود کردن، منتها اختصاصاتشان فرق میکنن. یعنی اون نیست که یک عالم وقتی که سر یک موضوع بحث کرده او دیگه می تمام علوم کلش بحث کرده. و حال هم بسیاری علمایی که هستن در یک بخش مشخص زیاد تحقیق می داشته باشن و بسیاری وقتا آدم در یک مسئله عادی نمیفهمه. مثلا بسیاری وقتا مسائل فقهی که برای ما دوستا زنگ میزنن، ما در جزئیات فقه زیاد تحقیق نکردیم و نمیکنم. زیادتر تحقیقاتم سر مسائل دعوت است، مقایسه بین ادیان است، یک کافر چطور به اسلام دعوت بکنیم، عقیده اسلامی کدام بخش‌های مهم داره، عقیده اسلام با نصرانیت و یهودیت چی فرق داره. این مسائل ما زیادتر سرش بحث میکنم. در بسیاری مسائل فقهی شاید بسیاری شما از ما کده خوبتر بفهمین. از این خاطر من بسیاری وقتی که از ما سوال میکنن، ما برای دوستان میگم برین از فلانی عالم یا از فلانی مولوی صاحب یا از فلانی مفتی سوال بکنین. پس وقتی که ما در یک چیز رو میفهمیم تحقیق میکنیم، اما تحقیق خود به خاطر رضایت الله میکنیم و برای دوستا بیان میکنیم. این نیست که مثلا بگوییم که والا صاحب ما دیگه عصر هستیم، ما دیگه بیخی غنی شدیم از علمای سابق. نه خیر، نه، ما شاگردای اونمو صحابه و تابعین و تبع تابعین و اونمو فقها و علمای سابقه هستیم. فقط امور کوشش میکنیم که به زبان امو وطنی خود، به اسلوب وطنی خود ساده‌تر بر مردم بفهمانیم که تا که یک خدمت شوم. از این خاطر بعضی کسا بعضی دوستات فکر میکنن والا هر گپ که یا میزنن از دل خود گپ میزنن. ما چرا سند میتیم؟ علت سندش چی است؟ فلانی گفته در فلانی کتاب صفحه فلانی. چرا؟ که گپ من نیست، نظر من نیست. ما از عالم گرفتیم، بالاخره قناعت حاصل شده. بر دوستان میگم برادر اینو میگه. پس امروز این موضوع ذبح هست. در قسمت ذبح ما بسیار مشکلات داریم. بعضی دوستات میگن والا برادر این بعضی آیاتی که درباره مشرکین که فلانی مشرک است فلانی، خب درباره کافران نازل شده. خیلی تو که مسلمان هستی، مثلا یک مسلمان نهی سر ما تطبیق نمیشه، و روز یک کسی میگه این سر ما تطبیق نمیشه. یعنی شما ایره بگین یک مسلمان خوب کلمه لا اله الا الله میخوانه و میره پیش بت سجده میکنه، میگی با کلمه میش نقص نمیرسونه. این یک تصور غلط. وقتی که مسلمانی که کلمه خواند، وقتی که پیش بت سجده کرد، این مشرک میشه، از اسلام خارج میشه. از این خاطر کتابای نوشته شده درباره نواقض الاسلام، نواقض الایمان. این کتابا نوشته شده. یک نفر وضو داره، میگه صاحب من وضو گرفتم. خب والا تشناب رفتی؟ نه، وضو که داشتی دیگه، در 100 تشناب بری وضوی تو را نمیشه. خب ماشاءالله چه خوب یک قضاوت عادلانه میکنی. یک نفر روزه داره، ما صاحب روزه صبحی نیت کردیم. خب نیت کردی، حال خونه یک دانه سیب خوردی، نه سیب نقص نمیکنه، بلکه اگر روزه هست نواقض روزه هست، چی روزه را مشکنانه. اگر نماز است چی چیز نماز را مشکنانه. اگر وضو هست نواقض وضو هست چی وضو را مشکنانه. اگر عقیده هست چی چیزهایی است که عقیده را از بین میبره. پس آدم تو باید این تصور نداشته باشه که والا صاحب من کلمه خواندم. نه خیر، ولو که کلمه بخوانی. یک نفر کلمه میخونه قرآن عظیم الشان را در تشناب میپرته. جادوگرا اکثرا چرا جادوگر میگه کافر است؟ برو پیش جادوگر. همین جادوگرا اینقدر آیت یاد دارن، اینقدر حدیث یاد دارن، اینقدر ریش خوب کلان دارن، ات خوب لنگی کلان زده، ات خوب چپن داره و اینقدر نماز نفلی گپا را میخونه که حیران میمانی. لکن مشکلش در چی است؟ جادوگر چرا کافر است؟ به خاطر از اینکه شیطان بهش گفته سر قرآن لغت کن. این همین لغت کردنش در قرآن کافرش کرد، کشیدش. به این خاطر بعضی کسات استدلال میکنن این قسم نیست برادر عزیز که من مسلمان هستم. نه خیر، آیات قرآن سر کلگی تطبیق میشه. مجرده که عبادت غیر الله را یک انسان کرد در شرک مبتلا میشه. مجرده که یک نفر کلمه کفر را گفت از دایره ایمان خارج میشه. بسیاری کساس به این فکر خدا بازی میتن. والا من مسلمان هستم، من مسلمان هستم، هر کاری که کردم او مسلمان است. نه خیر صاحب، آدم از دایره نواقض الایمان باید شما بخواید. درسای اول عقیده اگر فکرتان باشه، کسایی که در درسای اول بودن ما نواقض ایمان تشریح کردیم در چندین درس و کلش واضح هست. به هر صورت ذبح در لغت چی را میگن؟ ذبح در لغت اصلا شق نمودن میگن. وقتی که عربا میگن ذبح
شق نمودن و اونمو گردن مری و حلقوم یاری این ذبح میگن. و ذبح باز کسر زال هم استعمال شده در قرآن عظیم شان. ذبح چی رو میگن؟ اما حیوانی که آماده برای چی میشه؟ برای ذبح میشه، او رو ذبح میگن در زبان عربی. اگر زالش از ذبح دادی امی عمل معنایش میته، و اگر کسره دادی معنای چی رو میته؟ اما حیوان ذبح میگن. از این خاطر در آیات قرآن چی میگن؟ الله سبحانه و تعالی در قصه اسماعیل علیه السلام و در قصه پدرش ابراهیم علیه السلام چی میگن؟ میگه و فدیناه بذبح عظیم، ما فدیه دادیم یا عوض از رو آوردیم به چی؟ یک گوسفند، یک ذبح. اما ذبح اینجا چی رو میگن؟ اما گوسفند یا قوچی که برای داده شد. خب ذبیحه هم امو چی رو میگن؟ امو حیوانی که آماده ذبح شده، او رو ذبیحه هم میگن و ذبح هم میگن در لغت. ذبح در اصطلاح ما براتون گفتم که یکی در اصطلاح فقها هست که من در او غرض نمیگیرم و زیاد مسائل زیاد دارن، لکن خود ذبح حیوان ایره علمای عقیده چه قسم تعریف کردن؟ اینا در اصطلاح عقیده فکرتان باشه که کسی فقه را خوانده باز نگوید که استاد این تعریفی که کردی با او تعریفی که ما در مسجد خوانیم فرق میکنه. او تعریفی که در مسجد خوانی او تعریف چی است؟ فقهی است، یک عالم فقه گفته. اما این تعریفی که من برات میگم این تعریف چی است؟ نزد علمای عقیده هست. از این خاطر تعریف فرق میکنه. علمای عقیده در مورد ذبح چی میگن؟ میگن ازحاق الروح به اراقه الدم على وجه الخصوص تقربا الى الله سبحانه و تعالی. میگه چی است؟ کشیدن روح است با اراقه الدم، با ریختاندن خون، على وجه الخصوص به یک طریقه خاص. طریقه خاص هم است که کارده میگیره و گلوله از رو چی میکنه؟ پاره میکنه و او را ذبح میکنه. تقربا الی الله سبحانه و تعالی، به خاطر تقرب و نزدیک شدن به کی؟ به الله سبحانه و تعالی. پس در نزد علمای عقیده کشتن حیوان که روحی از این برای به شکل خاصی که او را ذبح میکنیم که مثلا چپ میشه و الله اکبر گفته میشه، با کدام هدف و نیت میشه؟ به خاطر تقرب و نزدیکی به الله سبحانه و تعالی. چرا عبادت انسان کی به الله نزدیک میسازه؟ عبادتش. هر قدر که عبادت زیاد کردی به مو اندازه به الله چی میشی؟ نزدیک میشی. واسجد واقترب، سجده بکو به الله چی هستی؟ نزدیک هستی. وقتی که ذبح حیوان به خاطر الله میکنی، یک نفر قربانی میکنه به خاطر الله، چی میشه؟ این به الله چی میکنه؟ نزدیک میسازه. این قسم است. اما بت پرستا چی میکردن؟ میگفتن ما پیش بت میریم، بازی بت ما را دست ما را میگیره، چی میکنه؟ قریب به الله میکنه. این ضد عقیده اسلامی هست. عقیده اسلامی است که تو با ایمانت، با اعمال صالحت، با تواصل بالحق و تواصل بالصبر چی میشی؟ به الله نزدیک شده میری. خب و این نزدیکی معنی از این نیست که ما نزدیکی فکرتان باشه وقتی که میگیم به الله نزدیک شدیم، این نزدیکی معنوی هست، نه نزدیکی مادی. نزدیکی خدا با الله نزدیکی مادی باید فکر نکنیم. ما با الله نزدیک هستیم لکن به حساب چی؟ معنوی. یعنی مقام تو، رتبه تو چی میشه؟ پیش الله بلند شده میره. معنای نزدیکی هست. معنای از این نیست که مثلا العیاذ بالله ما دو جسد فکر بکنیم والا مکت استاد نزدیک شدم. این تصور از ذهنتان بکشین. چرا که وقتی که به الله نزدیکیش مثل انسان واره نیست. لیس کمثله شیء. باید در عقیده بسیار دقیق باشین. خب اینو فهمیدیم که در اصطلاح اینو میگن آیا خود ذبح عبادت است؟ وقتی که میگیم عبادت است متوجه باشین الاصل فی العبادات، در اصل در عبادت ها حرمت است. خوب فکرتان باشه، یکی عبادت است، یکی اشیا هست. یک قاعده هستی را باید هر مسلمان دقیق یاد داشته باشه. اگر یاد نداشتی برات مشکل هم اعتقادی پیدا میشه و هم مشکل فقهی پیدا میشه. اصل در عبادات حرمت است. وقتی که یک نفر میگه اینی عبادت است، برش میگیم که بدعت، گپک تو زدی حرام است، عبادت نیست، این بدعت است. با شرط عبادت میشه که نص قرآن و سنت وجود داشته باشه. اما اگر نص نداشت عبادت قبول نمیشه. یک نفر میگه صاحب من عوض 2 رکعت نماز 3 رکعت نماز میخوانم، چی نقص دارم؟ بخوانه امروز بخیر نماز فرض صبح 2 رکعت نمیخوانیم، 3 رکعت میخوانیم. چرا؟
استاد چی نقص داره؟ 2 رکعت بخوانی خوب است یا 3 رکعت؟ آمین برادر عزیز، 3 رکعت خوب است، لکن اینمی 2 و 3 را کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. این کی تبلیغ میکنه؟ رسول الله تبلیغ میکنه. پس وقتی که الله و رسولش بر ما تعیین کرده که نماز صبح 2 رکعت فرض بخوانین، هیچ کس حق نداره که 3 رکعت بسازه، چون تعیین عدد از طرف کجا هست؟ الله هست. تعیین روز عبادت هم از طرف الله هست. تعیین کیفیت این باز ما شما انشاءالله در مسائل پسان که میاد در درس‌های دیگه عقیده باز بحث میکنیم. خلاصه چی است که تعیین زمان عبادت، تعیین مکان عبادت، تعیین کیفیت عبادت، متوجه هستین؟ این کلش باید منصوص باشه. فلانی روز ثواب داره، بکش برم سند، نداشت حرام است. روزه گرفتن در روز عاشورا عبادت است، سند داریم، این سید فلانی حدیث سمعنا و اطعنا. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که شما در روز اول در خانه مردم برین 200 نفر نان بخورید؟ بتی سند. نه صاحب ثواب داره، ثواب داره، عبادت شد. کو کی سنده؟ روز دوم است در اسلام، روز 3 هست، شب جمعگی هست. امی قید شب جمعگی از کجا پیدا کردی؟ روز 40 است، امی رو قید 40 از کجا پیدا کردی؟ ما شما خواندیم که 2 و 3 و 4 کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. نماز صبح 2 رکعت، نماز چاشت 4 رکعت. کی گفته؟ رسول الله صلی الله علیه و گفته. رسول الله هم از دل خود گفته نه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پس صبح 2 رکعت گفته، چاشت 4 رکعت گفته، دیگر 4 گفته، شام 3 گفته. وی 4 3 4 نه کلش 4 میسازیم. حق نداریم. چرا؟ تعیین عدد از طرف کی شد؟ از طرف الله و رسولش. او بر ما الله تعیین میکنه و رسولش تبلیغ میکنه. پس این روز 40 از کجا کشیدی؟ 40 یاسین از کجا کشیدی؟ ها؟ کدام روز پیغمبر گفته 40 دفعه یاسین بخوان؟ روز 40 از کجا کشیدی؟ این از کجا گرفتی؟ هندوستان. ساری جهاں سے اچھا هندوستان ہمارا. صحیح شد نه؟ این کلمات این عددا را از کجا آوردن؟ از هندوستان رفتن. یک نفر رو گفتم که صاحب شما چطور هندوستان عبادت تان طبله میزنید؟ گفت والا صاحب یک کسی رفته بود در هندوستان، یکی صاحب در هندوستان رفته، اینجا خود صاحب ملا برش گفته که قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. عبادت که میکنی خوب خشوع داشته باشی، خوب تواضع داشته باشی، خوب دیگه با تواضع و ترا خب وقتی که خوب تواضع می داشته باشی، باز خوب نماز هم صحیح میخوانی. یکی نماز افغانی است، یکی نماز اسلامی. نماز افغانی که ما میخوانیم خب 20 رکعت هم این میت این افغانستان است. میدن این میدن افغانستان است. این نماز 20 رکعت تراویح که 29 رکعت در نیم ساعت میخوانیم، این دیگه ملاهای دیگه دنیا نیست. صحیح نه؟ این در افغانستان است، این میدن افغانستان است. اما نمازی که رسول الله صلی الله علیه و آله خوانده، او را که تو میخوانی و رکوع میکنی و سجده میکنی و در رکوع بسیار طال میخوری و سمع الله لمن حمیده خوب به اندازه رکوع استاد میشی، این خود صاحب خسته میکنن. این نفر صاحب وقتی که هندوستان رفته، در هندوستان که رفته صاحب که مگرای در یک مجلس که صاحب چیز دول است و چی رقص است و زن و مرد میرقصن صاحب، چی گپ است؟ عبادت است. عبادت کی است؟ عبادت اون دو است. این صاحب دیگر رفیقای خدا گفت خواهی مرا خوار داشت. شما خدا چی کنین؟ شما خدا کنترل کنین. صاحبی را ورداشته اونجا خوب دل خدا هندوستان یخ کردن. پس کاملا گفتم مردم افغانستان دیگه چی گناه داره؟ یا چی گناه داره که بیچاره نکنه؟ بیایید صاحب یک طریقه را جور میکنیم. اینا صاحب دول بزن صاحب دیگه صاحب اتن پرتو برقص و برقص و برقص و برقص و برقص برقص. عبادت دولکی میدن کجاست؟ اندیا. از کجا آوردنشه؟ از هندوستان. اما در رسول الله صلی الله علیه و صحابه کرام چه قسم؟
صحابه میگه ما چه قسم عبادت میکردیم؟ میگه قبل از نازل شدن قد افلح المؤمنون ما یگان دفعه سر خود به طرف آسمان بلند میکردیم در نماز. الحمدلله رب العالمین. میگه وقتی که آیت نازل شد که قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، میگه ما جرأت نداشتیم که در نماز سر خود طرف آسمان هم بلند بکنیم، فقط به اون جای سجده نظر میکردیم. گفتیم که ذبح چی است؟ عبادت است. چی دلیل داری؟ باید دلیل داشته باشیم. دلیلش از قرآن عظیم الشان چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل پس نماز بخوان، ل خاص برای کی؟ برای پروردگار. وانحر و نحر کو خاص برای کی؟ برای الله. پس نحر ذبح کردن چی شد؟ خب اینه که عبادت میگی به اساس دلیل چی میگیم؟ علامه ابن کثیر رحمه الله تعالی چی میگه؟ میگه فصل لربک وانحر که سوره کوثر آیت دوم است در سپاره سیوم. میگه اخلص له صلاتک، نماز تا خاص بر الله بکو، و ذبیحتک، اخلص له صلاتک و ذبیحتک. این گپ کی است؟ علامه ابن کثیر، مفسر بزرگ است. این علامه ابن کثیر کل دنیا قبول داره. متوجه هستین؟ این علامه ابن کثیر مفسر هست که این کل دنیا قبول داره، مفسر بسیار بزرگ است. اینال چی میگه این؟ میگه معنای فصل لربک وانحر چی هست؟ میگه معنایش چی است که اخلص له صلاتک و ذبیحتک. اخلص چی معنی؟ یعنی اخلاص کو، خاص بگردان برای الله چی نه؟ نمازتا و ذبیحتا. فهمیدی یا نه؟ این معنای فصل لربک وانحر است. چرا میگه؟ خب علامه ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه بر ما بگو که چرا؟ میگه فإن المشرکین، خب فکرتانه بگیرین، فإن المشرکین كانوا یعبدون الاصنام و یذبحون لها. میگه مشرکین چی میکردن؟ عبادت اصنام میکردن، عبادت بت‌ها را میکردن، و یذبحون لها و ذبح میکردن برای چی؟ برای بت‌ها. آفرین. فامره الله تعالی بمخالفتهم، الله سبحانه تعالی بر از اینا به مخالفت از اینا امر کرد که شما به بت، به انسان، به مخلوق نماز هم نخوانین و ذبح هم نکنین. صحیح نه؟ حال در افغانستان ما اوتو همی کسایی که بسیار خود دیندار میگیره در زیر پای حاجی صاحب گوسفند ذبح میکنه نمیکنه؟ امر الله را قبول کرد یا مخالفت امر الله را کرد؟ مخالفت امر الله را در عبادات، این در مسئله اعتقادات شد. در اعتقاد کسی که مخالفت امر الله را میکنه اون مسلمان باقی میمانه؟ امی عروسه که میاره کتک کت حاجی صاحبا صدا نمیکنه که بیار مرغه؟ ها؟ نمیکنه؟ مولای مسجد هم اونجا سایل داره نداره؟ ها؟ صحیح نه؟ خب همین مرغه که آورد از زیر پای عروس وقتی که ذبح کرد خورش هم در بوت عروس میزنه نمیزنه؟ امو عادت 14 قرن پیش جاهلیت کرد نکرد؟ ها؟ خب اگر ابو جهل که نواسه پیغمبران بود نبود؟ قریشیان بود، کلی خانه کعبه و بسیاری وقتا هم کلان خانه کعبه بود. او اگر ذبح کرد که نواسه ابراهیم و اسماعیل هم است، نبود؟ ها؟ وقتی که ابو جهل نواسه پیغمبر هم است و خانهش پالوی خانه کعبه هم است و کلکین خانهش هم طرف خانه کعبه هست، سیزنه، و قریشی هم است و قومای پیغمبر هم است، او که حیوان ذبح کرد زیر پای بت و خونش برای بت چسبان، او کافر شد، مشرک شد، مرتد شد، ابو جهل شد. و ما و تو اگر گرفتیم عین کار ابو جهل کردیم، با شما در خوندی خیر شیم دیگه، ما مسلمان هستیم دیگه. ابو جهل باز میگه عین کار مرم تو هم میکنی دیگه، تو چی از مکه کلان داری؟ نه ما مسلمان هستیم، ما کلمه خواندیم. ابو جهل میگه خب لالایت هم کلمه خوانده. ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض، نمیگفتن؟ یکی کافر است یکی مشرک است. برادر عزیز فرقش بفهم.
کافری است که خالق هیچ قبول نداره. سیست. اما مشرک کی هست؟ الله را قبول داره، میگه خالق ما هست، لکن در عبادت خالق چی میکنه؟ شریک میاره. حالا ابو جهل، ابو لهب، امیه بن خلف، سرکردهای قریش، این که اکثرشان آیات قرآن میگه ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. چی میگفتن؟ یعنی الله خلق کرده. لکن چرا نامش ابو جهل شد؟ در عبادت الله شریکت غیر الله را. این حال او که ذبح میکرد او کافر میشه، او مشرک میشه، او ابو جهل میشه. ما او تو اگه کردیم نه صاحب، ما صاحب اگر هر چی کردیم، ما صاحب لقب شیخ الحدیث که برام دادن، ولو که با بتام سجده کنم ما اونمو هستم. نه به خدا تو شیخ الحدیث هایت که تا امریکایا حشر شوه، فهمیدی که دلش از شیخ الحدیثی سیاه کنه. اسلام مفت نیست که هر کس صاحب لقبا را گرفتن و امروز صاحب که از او قرارداد که و که از او امتحان بده و که از او بشی و باز فتوا بده و صاحبی دوستای ما هست. الله میگه کافر دشمنت است، میگه ای صاحب دوست ماست. در افغانستان وقتی که گفت وهابیست یعنی چی است؟ کافر است. و مفسر قرآن بزرگه چی گفت؟ کافر میگه. بعضی کسا پیغمبر کافر میگه نمیفهمه، بعضی کسا صحابه را دشنام میته نمیفهمه. امروز یک نفر آمد مرا میگه که همین کسایی که رفع الیدین میکنن، گفتم خو یک دیگه چی میکنن؟ دست خود سر سینه خود میگیره میگه دو، گفتم خو است. پای خود چاک میگیره این سه. آمین بلند میگه خو چی است؟ گفت صاحب چی چهار صفت که داشتی وهابی است. خب گفتم سه است. خو وهابی شد. وهابی به نظر چی است؟ گفت وهابی صاحب کافر است. ما گفتم این که گفتی؟ ما گفتم خوب سه از دلت میگه فا از دلت میگه. ما گفتم ما از دلم یک بر بگم، ما گفتم تو مرتد شدی. در خانیم شیشته که کلچه هم برش ماندیم. گفتم که کام نوش جانت خانیم آمدی برآمدی مرتد. گفت چرا؟ نه چرا؟ با خاطر از این من گفتم امی ارچارش اگر من برات کشیدم در کتاب‌های حدیث در صحیح بخاری که امی ارچار کار رسول الله صلی الله علیه و آله کرده، چی میگی؟ اگر ثابت کردم که در احادیث صحیح مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو داود و نسائی و کتابا احادیث صحیحه، اگر ثابت کردم که ابی 4 کار رسول الله صلی الله علیه و آله کرده، مهاجرین کرده، انصار کرده، ایناله و تو نگفتی که بغیر از کسایی که سابق کردن. اگر میگفتی که کسی که امروز میکنه یا وهابیست، تو خوب گفتی که هر کس که میکنه، که هر کس میکنه. از کجا شروع کردی؟ از صدر اسلام تا امروز. شما برادرای عزیز، شما خواهی صحیح بخاری و درس‌ها را میخواین، حکم شاتم الرسول، کسی که پیغمبر را دشنام میده، حکمش چی است؟ مرتد. مرتد شد. این شما از علمایتان پرسان کنیم. من برش گفتم با این گپه که بسیار ببخشید، I'm so sorry، مرتد شدی. مادر اولادای سرت حرام شد، طلاق شد. یک دفعه صاحب لرزه گرفتش. من گفتم هیچ لرزه نکن، گپایت احتیاط کن، گپ بی جای نزن. اگر الله توفیق نداده که یک سنت تطبیق بکنی، پروردگار ما توفیق بده که سنت بکنم. یا مثلا اختلافی هست، خیر از مثلا قناعت حاصل نشده، یا صاحب چطور است، یا مثلا فلانی هست یا فلانی است، یا منسوخ است یا چطور است. اما حکم نکو که کسی کار کرد ای وهابیست و وهابی چی است؟ کافر است. وقتی که قاعده رمانی سر کل چی میشه؟ تطبیق بشه. تو مهاجرین، انصار، صحابه فلان همین الگ در صحیح بخاری بکشم برات. اینمی کسی که صحیح البخاری رو نوشته کرده و مردم افغانستان، والله ما میگم به خاطر که گردن ما بسته نشد، باور بکنین که اینمی کسی که صحیح البخاری نوشته کرده، اینمی محمد ابن اسماعیل بخاری و امام بخاری یک کتاب دیگه هم داره به نام چی؟ رفع الیدین و در او 130 چند حدیث نقل کرده. صحیح شد؟ این وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله یک کار ثابت شده باشه و امام بخاری کتاب دایی باره داشته باشه، باز او رو تو چی میگی؟ تو او رو وهابی میگی. تو اصلا کی رو وهابی گفتی؟ کی نه؟ کسی که پیغمبر صلی الله علیه و آله دشنام بده او چی هست حکمش؟ از این خاطر من هم مرتد هستی. من گفتم مرتد میشی
ما حکم نمیکنیم چون ما مفتی نیستیم، لکن با میگم یک انسان چی میشه؟ مرتد میشه. اما چون من قاضی نیستم من نمیگم که مرتد شدی. صحیح نه؟ قاضی هم میفهمه و محکمه میفهمه. خب صاحب محاسن تعویل ای هم یک تفسیر است. ای چی میگه؟ میگه وانحر ذبیحتک مما هو نسک لله وحده. میگه ای فصل لربک وانحر تفسیر میکنه، میگه ذبیحت چیکو وانحر ذبیحتک ایره امو حیوانت ذبح بکن، چرا که این نسک است. نسک ذبح در چی داخل میشه؟ در نسک. خب چرا؟ میگه این آیت قرآن گفته که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. لله. از علمایی که نحو را خواندن یا میگن که لام به معنا حرف جر است برای تخصیص میاد. چی معنا؟ یعنی یک کار اکثرش لام داخل شد اون چی هستن؟ خاص میشن. صحیح؟ وقتی که من گفتم که هذا کتاب للاستاذ، این کتاب خاص از کی است؟ معنایش از من نیست، از استاد دیگه است. هذا الهاتف لک، همین لام چی معنا اینجا؟ یعنی می تلفن چی هست؟ لک، خاص از کی است؟ از. پس این موبایل از من نیست. اینجا میگه که گفته الله که قل ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی لله. چرا لام داخل کرد؟ ما و شما چی درس میگیریم؟ که مناسک بغیر از الله و کس دیگه نکنیم. و نحر ذبح حیوان چی است؟ در جمله چی داخل است؟ مناسک. صحیح نه؟ این مفسر محترم این قسم میگم. در صحیح مسلم اینه دیگه میاریم دیگه سند. او خود آیت شد که عبادت است، دومش و خاص برای الله میشه. و از حدیث چی دلیل داریم؟ در صحیح مسلم در حدیث 3657 فکرتان باشه گپ من نیست، گپ صحیح مسلم است، من ترجمه میکنم. چی میگه؟ میگه حدثنا ابو الطفیل عامر بن وائل واثله قال كنت عند علی بن ابی طالب رضی الله عنه. این صحابی مبارک چی میگه؟ میگه ما در نزد امی کسی که حدیث روایت میکنه عامر ابن واثله، شاید تابعی باشه والله حالا ما دقیق نمیفهمم، امی کسی که در صحیح مسلم این حدیث میگه خودش چی میگه؟ میگه كنت عند علی ابن ابی طالب، ما در نزد کی بودم؟ علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. فاتاه الرجل، میگه یک شخص آمد پیش حضرت علی صاحب، فقال ما كان النبي صلی الله علیه و سلم یسر الیک. که از این حدیث چی درسا گرفته میشه؟ درسای اعتقادی. خوب فکرتان باشه. میگی آمد از علی رضی الله عنه گفت که علی رضی الله عنه گفت بله، گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام گپا را بر تو یسر الیک، یعنی پت برات میگفت. خوب فکرتان باشه. قال فغضب. حضرت علی صاحب چی شد؟ غضبناک شد. چرا غضبناک شد؟ این برش تو سوال کرد که پیغمبر بر تو پت چی را؟ یعنی معنای ازی است که پیغمبر دین نس کمک شه پت بر مردم میگفت، برازی میگفت، برازی نمیگفت. این سوالش سوال غلط بود. سوال است که پیغمبر از سرش چی میکنه؟ تهمت میکنه. خب میگه آتاه رجل، گفت فقال ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یسر الیک، پیغمبر بر تو چی چیزا را تو اسرار سری یا پت برات میگفت؟ قال فغضب. حضرت علی صاحب غضبناک شد و قال ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یسر الی شیئا یکتمه الناس. گفت رسول الله صلی الله علیه و این قسمی نبود که بعضی گپای دینه برای ما پت بگوید از دیگه مردم پت بکنن. این خو اسلام از دین است، این خو برای کل مردم است، برای ما چرا پت بگوید و از دیگه پت بکنن؟ فهمیدین یا نه؟ حالا بسیاری بعضی مردم ها میگن نه پیغمبر صاحب به حضرت علی صاحب را گفت دیگه خبر نداشتن. سر پیغمبر تهمت کرد نکرد؟ چرا که دین برای تن حضرت علی است یا بر کل مسلمان است؟ از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم پت به حضرت علی چیزی را
نمیگه. از این خاطر حضرت علی صاحب چی شد؟ با این سوال این نفر غضبناک شد و در مقابلش گفت که ما کان النبی صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم نبود که یسر الی شیئا، که یک چیز رو بر ما سری و پت مخفیانه بگه، یکتمه الناس، از مردم پت بکنه. هیچ وقت گفتی گپ برای ایره نگفته. غیره انه قد حدثنی، میگه پیغمبر هم این حدیث برای ما بیان کردن به کلمات اربع، 4 کلمه. تو سری نیست که باز ما او را پت بگیریم و در دل خود برای کس نگویم، بلکه وقتی که احادیث بر رسول الله صلی الله علیه و میگفت آشکار بر کلگی میگفت. این حدیث میگه به یک روز برای ما رسول الله صلی الله علیه و گفت و به شکل آشکار با صدای بلند گفت که دیگرها هم بشنوه. فقال ما هن، میگی پرسان شد یا امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین. این وقت حضرت علی صاحب امیر المؤمنین از دیگه کی نفر آمده، کدام نفر آمده و این قسمی از پیش پرسان کرده. فقال ما هن یا امیر المؤمنین، خیلی چی بودن؟ قال، میگه حضرت علی صاحب گفت که قال، گفت رسول الله صلی الله علیه و لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، الله لعنت میکنه کسی را که او مادر و پدر خدا چی میکنه؟ لعنت میکنه. تو مثلا یک نفر که بسیاری کساست که مذاق دارن، او پدر نالت، بازو باش میگه او پدر نالت، سر اردوی از یک چیز نازل میشه؟ لعنت الله. میگن نمیگن یگان تو. والا یک روز یک کسی دیگر دشنام میداد، باز میگه والا ما دوست هستیم، گفتم نام خدا دوست هستیم، سر اردوی تو لعنت خدا نازل شد. چرا صاحب؟ خود تو پدر زیر دو زدی یا هم خیز چی کرد؟ پدر تو چی به ضد درو بزنی؟ چی به مذاق؟ دو است. هست یا نه؟ ها؟ یک نفر بره یک مرداری رو بخوره بگه نیستم من همیشه را به مذاق صاحب خوردم. تو هم مثل حافظ واره ما برای مستی و چطورکایی نمیخوریم که از باده شست و شوی درون از ریا کنیم. تو از ریا برآمدی، تو فاسق شدی حافظ جان. شیرت لودگیست. این حالا مذاق نداره. دادین مذاق. من شراب میخورم به خاطر اینکه من ریاکار معلوم نشم. من نفهم که این کتابا رو چه قسم قبول میگم. من حافظه قبول ندارم. والا شعر خوش دارم. مثنوی هم خوب است، لکن اشتباهات خود داره. امی قصه چیزا بخوان بسیار خطرناک است. قصه موسی علیه السلام با همراه چوپان، سنگتراش بازی ایسی در کابل، بازی میدان کابلش سنگتراش است. فهمیدی؟ یا اما او قصه شو بخوان بسیار و با عقیده. اول امی قصه موسی علیه السلام با همراه سنگتراش رو من در یک درس خود یک وقت تشریح کردم. این صاحب این شعر ازی متاسفانه ما انتقاد ما چیز نمیگم، الله عفوشان کنه، الله ببخشیشانه. یا این شعر در شعرهاش داخل شده و اگه خودش هم گفته این یک اشتباه بود. همین قصه چوپان که از با موسی علیه السلام، شما میفهمیم که قصه های قرآن انباء الغیب است. تلک من انباء الغیب نحن نقص الیک احسن القصص و رسلا، بعضی پیغمبر را قد قصصناهم، ما برای پیغمبر قصه چه گفتیم، و رسلا لم نقصصها علیک، ما قصهشان نگفتیم. پس قصه های پیغمبرها مربوط به چی میشه؟ به غیب میشه و به پیغمبر صلی الله علیه و خبر داده شده. عالمی قصه چوپان و اینمی موسی علیه السلام ای در کدام کتاب، در کدام آیت قرآن و در کدام حدیث آمده؟ از این خاطر این قصه ساختگی است. بعضا امیر از قرآن و از حدیث هم که در راجع‌تر میدادن، همین مثنوی خواندن و مثنوی شنیدن یک قدر ترجیح میدن. اشتباه است. الله هدایت کنه، الله هدایت کنه. یعنی در مثنوی اشعار بسیار خوبش هست، لکن بعضی اشعارش بسیار مشکلات اعتقادی داره و با خصوص مدگاهش و قضیات، چون ما از اول تا آخر نخواندیم، ما هم تو گلچین یک عنوانایش خواندیم، بعضی شعرهاش خوشم میاد، لکن در اینمی قسمت من رد نمیکنم، لکن در اینمی قسمت قصه چوپان و سنگتراش که است، اینجا بسیار گپ‌های خطرناک میاد و این با دقت اگر خواستین کدام روز ما براتون امیال در کامپیوتر ما شعرها هست، باز اگر فرصت بود که در دست ما چیز نشه که امیر من یک دفعه تشریح کردم برای این برادرها، بسیار خطرناک است. یکی از درسایم من امیر تشریح کردم، یعنی بیخی دیگه چی هست، الله عافیش کنه، الله عافیش کنه، الله عافیش کنه. ما سرکس حکم نمیکنم، منتها والله اعلم دیگه. این حال حضرت علی صاحب چی گفت که لعن الله من لعن والده، یعنی در قسمت شاعرها خود رسول الله صلی الله علیه و سلم شاعرها داشت. شعر چیز بد نیست،
متوجه هستین؟ لکن اکثریت شاعرها گمراه هستند. الشعراء یتبعهم الغاوون. قرآن میگه بسیاری شاعرها را کی پیرویشون نمیکنن؟ اکثرا شعرها را پیرویشون شاعرها را کی میکنن؟ سازنده. صحیح نه؟ الم تر انهم فی کل واد یهیمون و یقولون ما لا یفعلون الا الذین. استثناء بعض شاعرها خوب مردم هستند. و اونو شاعرها کدام شاعرایی بودن که صحابه و تابعین و تبع تابعین بودن؟ هم شاید باشن. از او خاطر اونا کسای مردمای خوبی بودن که چی میکردن؟ که اونا وقتی که شعر میگفتن از قرآن و از دین و از چوکات اسلام بیرون نمیشدن. خب حالا چی گفت؟ گفت لعن الله من لعن والده و لعن الله. فکرتان بگید، سعی کنین دقت خوب. حدیث رسول الله صلی الله علیه و حدیث صحیح مسلم است. چی میگه؟ و لعن الله من ذبح لغیر الله. کی خوب عربی میفهمه؟ تو بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. من لعن و لعن الله من ذبح بغیر الله. لغیر الله. لعنت الله باد بر بالای کسانی که ذبح میکنن به غیر از الله. اینه. این قول کی است؟ این حدیث صحیح مسلم است به روایت کی؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. جزاک الله خیر. واضح شد؟ خب پس اول کسی که مادر و پدر خود لعنت میکنه لعنت الله سرش میه. یک. دوم کسی که ذبح به کی میکنه؟ به غیر الله میکنه، سر از لعنت الله میه. ولعن الله من آوى محدثا. این بسیار خطرناک است. لعنت الله هست برای کسی که پدرش را نمیاد کند و لعنت نموده است الله کسی را که به نام غیر الله ذبح نماید و لعنت آن کسی را که بدعتکاری را جای دهد. لعنت الله هست. سومی که سرکی است که یک نفرم میفهمم که این خوب ضد قرآن و سنت است، باز ایره خوب جایم میتم ملای مسجد خودم جورش میکنه. سر از این مقتدی های چی میایه؟ لعنت الله میایه. خوب میفهمه که اونو مردکه است بس شاگرد فلانیست، با فلانی سجده میکنه، با مخلوق سجده میکنه، با قبر سجده میکنه، قبر پرست است. و بازورم چی میکنه؟ دا آغوش خود میگیره و او رو در خانه خودم میبره و براش چای هم میته. سر از چی لازم میشه؟ خطرناک است. سر از خوب فکر کنیم. خب چهارمی چی هستن؟ ولعن الله من غیر منار الارض. ولعنت الله سر کسی است که امو علامات زمینه، مثلا زمین یک کسی است در پالوی زمینش این خط زمینش معلوم است، نه این شبکی میایه همین خط زمینه چی میکنه؟ تغییر میده. یک بلس یا دو بلس از زمین از رو چی میکنه؟ در زمین خود داخل میکنه. یاد آوردیم جریب کش است. سیز نه؟ اینه ما بر جریب کش هم میارم تو خود نمیفهمیم بیچاره. نه او جریب کش سایب هم تار تا او طرف که از خوب کش میگیره و کشکیز جریبش نه همون رسپارش اصلا از وقت 1.5 متر زمین تا چی کردن؟ اینه همون نشانه زمین چی کردن؟ تغییر داده. پس لعنت الله سر چند طایفه مردم نازل میشه؟ در حدیث کی است؟ صحیح مسلم. حضرت علی خوبی را باز براتون میخوانم، این بسیار مهم است. میگه لعنت حدثنا ابو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاتاه الرجل. یک شخص آمد فقال برش گفت که ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يسر اليك. برش گفت که ای علی رضی الله تعالی عنه رسول الله هم بر تو کدام گپا را پت و خپکی میگفت. بعضی کسا هستن علی بسیاری حتی ما شنیدیم که خوب خود عالم میگیره میگه میزنه که بعضی گپا را او مردم حضرت علی خصوصا مولای ایرانی ای چند گپایی را الله پیغمبر برای علی پت کده گفت. یعنی حضرت پیغمبر سلام دین نصفش پت بر حضرت علی گفته، سر پیغمبر تهمت میکنه. و رسول الله صلی چی میگه؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که سر من دروغ تهمت میکنه جایگاه خود آتش دوزخ تیار بکنه. وقتی که شخص آمد پیش حضرت علی صاحب، حضرت علی در این وقت امیرالمؤمنین است، خلیفه مسلمان است، بر پرسانش کرد گفت که ما کان نبی صلی الله علیه و سلم یسر الیک. چی که پر رسول الله صلی بر تو سری پتی بر تو میگفت؟ فقال این راوی چی میگه؟ فغضب علی رضی الله تعالی عنه غضبناک شد. و در جوابش چی گفت؟ و برش گفت که ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یسر الی شیئا یکتمه الناس. رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسمی عادت نداشت
که گپ پوت کده بر ما بگه از مردم بپوشانه. گپ دین است، رسول تبلیغ میکنه، تبلیغ باید به عام مسلمان ها شود. هیچ گپ بر من نگفته که بر مسلمان ها نگفته باشه. این دروغه. هر کسی که تو را گفته غضبناک شد و این مردکه را گفت غلط است، هیچ کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نکرده. غیر انه، مگر یک گپ باید براتون بفهمم که قد حدثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر من حدیث بیان کرد به کلمات اربعه که 4 کلمه را برای من یاد داد. این 4 کلمه را که رسول الله صلی الله علیه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه به شکل آشکارا که کسایی که در مجلس بودن، کسایی که میشیدن و به حضرت علی صاحب گفت به مردم آشکارا بگو، او چی هست؟ برای من میگه 4 کلمه را گفت. فقال ما هن یا امیر المؤمنین. این نفر گفت خیلی چی بودی گپای؟ گفت قال لعن الله من لعن والدی. نمبر 1 لعنت الله سر کسی که مادر پدر خود لعنت میکنه. و لعن الله من ذبح لغیر الله، کسی که به غیر الله چی میکنه؟ ذبح میکنه، به نام بت، به نام بگوان، به نام زیارت، به نام فلان شخص، به نام از او میره ذبح میکنه. ولی من گوسفند گرفتم میبرم به زیارت غزنی، برش بگو چی داخل شدی؟ به لعنت الله داخل میشه. ولعن الله من آوى محدثا، ولعنت الله سر کسی که معوا میته، جای میته کیره؟ محدث، کسی که در دین یک چیز نو میاره بدعتکار است، برای او صاحب چی میکنه؟ این جای میته. ولعن الله من غیر منار الارض، ولعنت الله است برای کسی که منار زمین تغییر میته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.